این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمایی که قبل از نمایش انتخاباتش یه چنین جمله‌ای گفت: اگر انتخابات ضعیف باشه همه ضرر میکنن، نه اینکه یه عده‌ای ضرر کنه یا عده‌ای از ضعیف بودن انتخابات سود ببرن. هیچ کس سود نمیبره. اگر انتخابات ضعیف برگزار بشود هیچ کس سود نمیبره، همه ضرر میکنن، همه ضربه میخورن. و در عمل دنیا به چشم دید که نمایش انتخابات عظما تبدیل به مضحکه شد و عظما و جک و جونوراش حسابی ضرر کردن. عظما میخواست بشینه نون انتخاباتش رو با چای دبش بخوره، اما این بلا سرش اومد. البته این عظمای قافیه باخته برای داغ کردن تنور انتخاباتش 1 سال تمام تقلا کرد. هر کاری بگید کرد، از آوردن 100 ساله ها پای صندوق رای، فرماندم واجبی شد، گفتم بیا زبان بکنم نیا کنم. مادر چند ساله دونه؟ من 99 سال، 1 سال دیگه یا 2 سال دیگه 100 سالمه. تا تبلیغ شرکت در انتخابات توسط رو به قبله ها. هموطنان عزیزم، خواهشمندم و تقاضا دارم که 11 اسفند پای صندوق های رای حضور به عمل بیارید. سلبریتی های ولایت مدار رو هم به خط کرد، از این بسیجی گرفته. رهبر من فرموده، گفته این هر کس اصلا با انقلاب ضد انقلاب هم باشه، ولی وطن کشورش باید دوست باشه، بیاد رای بده. به خاطر که ما چیزمون بیشتر باشه، امنیاتمون بیشتر باشه، مجلس قوی باشیم و علت باشید. من الان رای دادم وجدانم. تا این یکی که یه جمله توی تیویریش گرفت و با همین جمله تبلیغ نمایش انتخابات هم کرد. جدی میفرمایی؟ اینایی که ما اینا رو از کجا ما در آوردیم؟ آجا کجا میبرن شما رو اینا رو میگی؟ سلام علیکم. میدونستین فردا انتخاباته؟ بله. میگن مردم نمیان. نه. جدی میفرمایی؟ بله قربون. پس با این همه صفای شلوغ مردم از کجا میاری؟ مداهای مردخور حکومتی هم همین رو چسبیدن و باهاش نوحه درست کردن. هرچی میگم بگو جدی میفرمایی، میگه دور سر اومده میگم جدی میفرمایی، نداره رای فایده میگم جدی میفرمایی. آره از مشکلات کشور ناراحتم بگی، BBC میگه رای میگم جدی میفرمایی. البته بازار پرستوها یا همون خفاشای حکومتی هم گرم بود و با گریه های آبکی برای عظما سنگ تموم گذاشتن. سلام علیکم. سلام. خوب هستید؟ ممنونم. امروز کجا اومدید؟ اومدم رأی بدم. خیلی میگن رأی چیه؟ به درد چی میخوره؟ راستشو بخوای من اون دختر کاپشن صورتی گوشواره قلبی خجالت میکشم که اومدم رأی بدم و اون جوون که تو مرز داره از ما دفاع میکنه و شهید میشه، هنوزم 21 سالش هم بیشتر نیست، از سنم خجالت میکشم اومدم اینجا رأی بدم. همین دلیل کافیه. عظما که دید بازم موتور انتخاباتش ریپ میزنه، این بار دست به دامن مزدورای وارداتی شد. گفتم که چفیه رو میخوام، ای آقا من چفیه شما رو میخوام، ایشان در حال حرکت بود، به من نگاه نکرد، به پشت سرش نگاه نکرد. من آرزوی خودم، امید خودم رو از دست دادم و میخواستم خارج شدم و یکی از همراهان ایشان اومد و مرا صدا زد و خانم لبنانی، من انا يعني شفت رأيت الكوفية و من چفیه رو دیدم اصبحت هكذا و خشکم زد. حصلت على كوفية السيد علي خامنئي. كنت طلبت منه بصوت عال هنا بأنني أريد الكوفية، أرسلها لي
أحد المرافقين هذه كوفية السيد علي خامنئي الذي كان يرتديها الآن أصبحت معي. اما هیچ کدوم از این جنگولک بازی ها به جایی نرسید و دست آخر عظما موند و حوزه های خالیش. و به جای مدیران لایق و ترتیب‌گذار افرادی خودمایه. تو روز نمایش انتخابات هم مشنگایی مثل رئیسی و جنتی سوتی بازار راه انداختن و اینجوری دنبال درز صندوق رأی گشتن. فضاحت به قدری بود که خود بسیجی‌ها هم تو گزارشاشون اعتراف کردن که جز کارگزارای رژیم کسی نرفته پای صندوق. همزمان با آغاز 12مین انتخابات مجلس شورای اسلامی و 6مین دوره مجلس خبرگان رهبری، جمعی از مسئولان استان سیستان و بلوچستان با حضور خود در پای صندوق‌های رأی در انتخابات شرکت کردند. خلاصه این که داستان عظما و نمایش انتخاباتش یه چیزی تو مایه‌های اسب این کاندیدای ولایت مدار بود که میخواست سوارش بشه اما اینطوری کلش کرد. ماشین نیروی انتظامی هم که تو شبای نمایش انتخابات میخواست امنیت عظما رو تأمین کنه به چنین روزی افتاد. خلاصه این که زمین زیر پای عظما و دور بریاش بدجوری لغزنده شده. هرچی آخوند رئیسی زور میزنه تا خودش رو دکتر جا بزنه و کلمات قلمبه سلمبه بگه اما به جایی نمیرسه و کارشناسای خودشون هم اینطوری مسخرش میکنن. ببینید آقای دکتر رئیسی موقعی که میخواستن آقای دکتر رئیسی دکترا دارن؟ مطمئنی؟ حالا اجازه بدید در ادامه به این مباحث ما بیشتر بپردازیم. خب ایشون حیف حرف از لوکوموتیو پیشرفت میزنن. کدوم لوکوموتیو پیشرفت؟ این قطار یک ترن مرگه. این قطار با این اداره این روش ترن مرگه که یا باید تو ایستگاه اقتصادی لوکوموتیو ران تغییر پیدا کنه یا اینکه مسیر قطار رو تغییر بدیم، چون این قطار ما رو به قله نمیرسونه. با این دست فرمون ما داریم به سمت دره حرکت میکنیم. خیلی اوضاع خیته، خیلی اوضاع خیته. این هم یه چشمه دیگه از سیرک انتخابات عظما. جمیل کاظمی هستم، رفتم رأی بدم. گفتم شما صوبی رأی دادی؟ گفتم ندادیم. گفتم ندادیم. گفتم دو سه شعبه رفتیم. دو سه شعبه رفتیم که گفتم نه شما صوبی رأی دادیم، جاگزین شده. خب چی؟ دیگه برگشتیم دوباره رفتیم بالا، هر جا رفتیم گفتم رأی دادیم. هم میدونیم ما که شناسامون تو خونه بیده کسی دست نگرفته، چی جور رفتیم رأی دادیم. شما اهل کجا هستی؟ اهل بونا. یه آخوندم تو جلسه رسمی شروع کرد سیب گاز زدن، صدای رقیبش در اومده. نماینده‌ای که اینقدر در طول 4 سال یاد نگرفته که رفتار پارلمانی این است که در یک جمع سیب گاز نزنید. جناب آقای رضویان من خواهش میکنم ببخشید، یقینا در 4 سال آینده نیز برای شما کار نخواهد کرد. جناب آقای نیکبین، سیب رو بیرون هم میتونستید میل کنید، نه در داخل جمع. در پخش زنده مناظره این بی احترامی به جمع بشه. چیز میخوره؟ این هم یک کامنت از خودشون. تو هیچ دوره‌ای روحانیت شیعه
در تریبون رسمی خودش این اندازه مبتذل جلوه داده نشده، این اندازه تحقیر نشده و طبیعتا همین فضاست که البته در واقع تحت تصمیم های کلانیه که تو این کشور گرفته میشه، یعنی خالص سازی هایی که ما از بدو انقلاب طی نیم قرن گذشته داشتیم، از بازرگان و امثال اینها شروع شد و رسید به خاتمی و بعد احمدی نژاد و حسن روحانی و لاریجانی. حالا کی قالیباف در واقع خالص سازی بشه نمیدونم. حالا که تا اینجا اومدیم یه نگاهی هم به آخرین تقلاهای تیوی ریش برای جلب مخاطب بندازیم. باری کلا به ابوالفضل هومنه که مقاومت میکنه، یه ضربه محکم هر دو پا روی هوا، هنوزم روی زمین نیافتادن. آفرین به این حفظ تعادل. باری کلا هومن ستوده. ابوالفضل ماشاءالله. هومن بیا خیلی قدری ماشاءالله. این هم رفته توی تیوی ریش برنامه اجرا کنه، حوصله‌اش سر رفته گرفته خوابیده. دانشگاه فرهنگیان تأسیس شد. آقای دکتر محبینیا، جناب آقای دکتر مهر محمدی، آقای دکتر خلیفه و بعد از ایشون آقای دکتر صحرایی، الان آقای دکتر ریاسی به جد دفاع میکنن. همه